الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم بإذن الله سبحانه و تعالی، این حلقه 75 از آموزش کلمة التوحید، عروة الوثقى، لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. در این حلقه ان شاء الله ما دلیل ها را از قرآن ذکر می نماییم و اثبات می کنیم به قرآن که قبول این شرط صحتی کلمة التوحید لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. اولین دلیل از قرآن برای این که قبول شرط صحت لا اله الا الله است، این سوره بقره آیت 208 است که الله می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای آنانی که ایمان آوردید به سلم داخل شوید، کافه همگی و با پره، کاملا. بارک الله فیکم. معناش این که قبول نمایید و عمل نمایید به احکام الله سبحانه و تعالی. یعنی ای آنانی که ایمان آوردید به شریعت الله، به دین الله، به قرآن و سنت داخل شوید، قبول نمایید، این شریعت را قبول نمایید، آشکار نمایید، عمل نمایید، همه اتون کاملا. البته این آیت آشکار و روشن دلالت میکند که قبول نمودنی لا اله الا الله این رکن دین است و نه فقط قبول نمودن لا اله الا الله، بلکه قبول نمودن همه اون چیزی که لا اله الا الله آورده است. مقتضیات معنای لا اله الا الله و همه اون چیزی که لا اله الا الله بر اون دلالت میکند. در سوره بقره آیت 285 الله سبحانه و تعالی میگوید که این دلیل دوم است بر اینکه قبول شرط صحت لا اله الا الله است: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ایمان آوردند رسولان به آنچه که الله سبحانه و تعالی به آنها از نزد خودش نازل کرد و تمام مؤمنان این چنین ایمان آوردند به آنچه که الله سبحانه و تعالی به محمد صلی الله علیه و سلم از قرآن نازل نمود. همه اشان ایمان آوردند به الله، به فرشته ها یعنی ملائکه و به کتاب هایش و به رسول هایش و هیچ فرق بین یگان نفر از رسولانش نگذاشت. یعنی به همه ایمان آوردند، به همه رسول الله سبحانه و تعالی ایمان آوردند و گفتند سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. علما میگن سماع یعنی گوش کردن. در اینجا معنای سماع، کلمه سماعی که از گوش کردن آمده است، یعنی اجابت کردن و قبول کردن. یعنی ما قبول کردیم. معنای سماع در اینجا گرچنده که معنای لغویش سماع گوش کردن است، اما وقتی که معنای تفسیر قرآن را میگیریم علما میگن که معنای سماع در اینجا یعنی اجابت کردیم، قبول کردیم و اطاعت می نماییم به همین چیزی که به ما آمده است از جانب الله سبحانه و تعالی.
قبول میکنیم و طاعت میکنیم. طاعت یعنی اطاعت میکنیم، امرش رو به جا میآوریم، از نهیش دور میشویم. طاعت و ایمان این یکی از مقتضا، یکی از طلبات های قبول است و یکی از معنای قبول همین اجابت کردن یا استجابت کردن و گوش کردن است. پس این آیت هم دلالت میکند که قبول این شرط صحت کلمت التوحید است. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگوید، آیت 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سبحانه و تعالی به خودش قسم میخورد و میگه که قسم بر ربت ای محمد، یعنی الله به خودش قسم میخورد و میگه لا یؤمنون، ایمان نمی آورند، حتی یحکموک، تا همان زمانی که مشکلی خودشون رو با تحکیم، با حکم تو حل نمایند. یحکموک فیما شجر بینهم، تا اینکه تو را قاضی و حکم کننده بکنند به همه آن مشکلی هایی که در بینشون به وجود آمده است. و بعد از اینکه تو را قاضی کردند، یعنی تو مشکلی اونها را حل کردی، فصل کردی، قاضی شدی، بعد از این لا یجدو فی انفسهم حرجا، به حکم تو کرده در نفسهایشان هیچ ناراحتی به وجود نآورند. مما قضیت، از اون حکمی که تو کردی، و یسلموا تسلیما، و تسلیم شوند، تسلیم شدنیه، یعنی 100% کاملا به حکم الله و رسول تسلیم بشن. علمای اهل سنت و الجماعت و علمای متقدمین از سلف میگن این آیت 3 چیز رو در بر دارد. اولا اینکه هر کسی که به حکم الله مشکلیش رو حل نکند، حل و فصل مشکلی و پرابلم خود را به حکم و به قانون الله حل نکند، این مؤمن نیست. اولا یعنی این دلالت میکرد که حتما ما باید مشکلات خود را، تمامی مشکلات خود، پرابلمی که در زندگی ما به وجود می آید، خواه از نظری معاملات، مناقشه، نکاح، طلاق یا بحث و مناظره که است، باید به سوی قرآن و سنت و به حکم الله و رسولش بازگردانیم. اون مشاجره و مناقشه و مشکلات که بین ما بین همدیگر میشد، باید به حکم الله حل بکنیم، چرا که در حقیقت حکم الله بهترین و عادلترین حکم است و تمام مشکلات را از بین انسان حکم میکند. بعد از اینکه الله میگه که کسی که به حکم الله و رسولش مشکلش را حکم نمی کند، یعنی ایماندار ایمان نمی آورد، مؤمن نیست. و بعد از این میگه ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، یعنی بعد از اینکه به حکم الله حکم کردی، مشکلیت رو بررسی کردی، باید به همین قضاوتی که شریعت بر مشکلی تو کرده است، به اون نتیجه که از جانب شریعت به این مشکلی تو می آید، باید یگان ناراحتی انجام ندهی. یعنی یک نفر با یک نفر مشکلی داشت، به نزد قاضی امام مسلمان از اهل سنت و الجماعت آمدند و این مشکلی خود را به قرآن و سنت حل کردند و شریعت حکم کرد که یکی اش عیبدار است و دیگرش عیبدار نیست. کسی که عیبدار شده است نباید ناراحت شد، باید راضی باشد، به انشراح صدر، باید خرسندانه حکم الله را قبول کند، هیچ ناراحتی نکند. بعد از اینکه حکم الله به بالای سری یکی از ما و شما میاد، باید ناراحتی نکنیم. سومینش 100% ما باید تسلیم به حکم الله باشیم. در بعضی مسئله ها حکم الله را قبول کنیم، در بعضی مسئله ها حکم الله را قبول نکنیم. این البته جایز نیست، این کفر است. 100% ما باید حکم الله را قبول نماییم، عملا، اعتقادا و این چنین قضاوتا. پس در این آیت هم ما میبینیم که الله سبحانه و تعالی امر میکند که ما شریعت الله را کاملا قبول بکنیم. و یسلم تسلیما معناش همین است که کاملا قبول کردن شریعت است. و این دلالت میکند
به این که قبول این شرط صحت لا اله الا الله است. وقتی که ما کاملا به پررگی دین الله را قبول نمی نماییم، توحید ما صحیح نمی گردد. برای همین است که ما میگیم باید انسان مؤمن از اول شریعت تا آخر شریعت کاملا به پررگی قبول نماید. و دلیل چهارم این است که الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره نور آیه 51: انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. البته سخن مؤمنان در حالتی که اونها را دعوت کرده می شود به سوی الله و رسولش تا که به حکم الله در بینشان حکم بکنند، این است که میگویند شنیدیم و اطاعت میکنیم و همینها نجات یافتگانند. یعنی الله سبحانه و تعالی میگوید مؤمنان کسانی هستند که وقت اونها را دعوت میکنی که ای مؤمنان بیایید در بین شما بوده مشکلی را به قرآن و به سنت رسول الله حل میکنیم، به سوی الله و رسول دعوت میکنند تا که حکم بکنند در بینشون، مؤمنان میگویند شنیدیم و گوش میکنیم، قبول کردیم و اطاعت میکنیم و همین ها نجات یافتگانند. سبحان الله. ببینید، یعنی کسی که به سوی الله و رسولش دعوت کرده شود تا که در بینشون به حکم الله حکم کرده شود راضی شود، همین مؤمن است و همین نجات یافته است. کسی که راضی نشود این مؤمن نیست، این منافق است. انسان مؤمن در همه حالت باید راضی باشد که به حکم الله در بالش حکم کرده شود و بگوید قبول کردیم و اطاعت کردیم. وجه دلاله از این آیت هم همین است که میگویند مؤمنان میگویند که ما حکم الله را قبول کردیم و اطاعت میکنیم و اجابت میکنیم و همین ها نجات یافتگانند. و این آیت هم آشکار واضح دلالت میکند به این که قبول شریعت هم در همه حالت و کاملا قبول کردن شرط صحت لا اله الا الله است. این چون الله سبحانه و تعالی در سوره سبا آیت 7 میگوید و یرى الذین اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیت 54 میگوید وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. در دو این آیت یا که چنین در سوره رعد آیت 19 افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما تذكر اولو الالباب. در هر سه این آیت، سوره سبا آیت 7، سوره رعد آیت 19، سوره حج آیت 54، علمی که آمده است وليعلم الذين اوتوا العلم، این علمی که در این آیت ها آمده است معناش در اینجا این تسلیم است، تسلیم شدن و قبول کردن. چلی که ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین این آیت ها را ذکر میکنند و معناش را ذکر میکنند و میگند و بدانند آنانی که اوتوا العلم، یعنی به اونها قبول داده شده است، تسلیم شدن به این داده شده است که البته حق است، این قرآن حق است از جانب الله است و ایمان بر اون بیارند. البته این ببینید آیت ها آشکار دلالت میکند که تسلیم و قبول کردن دین این شرط صحت لا اله الا الله است. پس برادران و خواهران موحدم، آیات ها در این مسئله بینهایت زیاد است. علما در مسئله این که قبول شرط صحت لا اله الا الله است تقریبا 20 تا 30 آیات رو ذکر میکنند. بارک الله فیکم. اما برای من و شما کافی است که این آیات های ذکر شده رو خوب بفهمیم. پس بارک الله فیکم این چونین آیات های دیگر در سوره مثلا صاد آیت 4 8 و این چنین در سوره فرقان 41 42 و غیر سوره ها آمده است
که کسانی که توحید را قبول نکردند، توحید را رد کردند، اینها از جمله کافر گشتند، کافرانند. یعنی الله سبحانه و تعالی وقتی که صفت منافقین و کافرین را ذکر می کند، بیان می کند که یکی از صفتهای بدترین اونها این بود که اونها قبول نمی کردند، اونها رد می کردند. وقتی که الله قبول نکردن دین را و رد کردنش را کفر اعلان کرد، این دلالت می کند که قبول کردن این شرط است و رد کردن این کفر است. بارک الله فیکم. و این چنین یک در این آیات ها ذکر شده است که صفت مؤمنین و صفت اهل توحید این است که اینها همیشه توحید را قبول می کنند. آن چیزی که کلمت التوحید لا اله الا الله به همون دیگر چیزها دلالت میکرد، همه اش را قبول می کنند، معنای دین را قبول می کنند و همه امر الله و نهی های الله را اطاعت می کنند. بارک الله فیکم. پس این بود دلالت قرآن در مسئله این که قبول این شرط صحت لا اله الا الله است و قرآن آشکار و واضح دلالت می کند که ما باید شریعت را کاملا قبول فرماییم و از جمله منافقین و کافرین و سرکشان و رد کنندگان نباشیم، العیاذ بالله. و این چنین سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آشکار و واضح دلالت می کند که قبول این شرط صحتی لا اله الا الله است. و البته در این حلقه دلیل ها را از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر می نماییم تا که به من شما باز هم واضحتر و آشکارتر بیان گردد که قبول این شرط صحت لا اله الا الله است. در حدیث آمده است که امام احمد رحمه الله روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من قبل منی الكلمه التي عرضتها فردها على فهی له نجات. یعنی در بعضی روایات آمده است کلمه التي عرضتها على عمی، یعنی پیامبر صلی الله علیه و میگن هر کسی که از من قبول بکند کلمه رو که به عمم، یعنی به عمویم، عمکم ابو طالب عرض کردم، همین کلمه رو قبول بکند، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله رو قبول بکند و همین کلمه رو تکرار بکند، پس همین کلمه لا اله الا الله برای اون نجات است. این روایت احمد. قبول کند، پیامبر گفتن قبل منی، قبل منی یعنی این کلمه رو قبول بکند. قبول کردن کلمه لا اله الا الله فقط با زبان گفتنش نیست، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن نیست، بلکه قبول کردن کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله عمل کردن بر این توحید است، عمل کردن بر توحید است، عمل کردن بر شریعت است، اطاعت کردن الله و رسولش است کاملا. بارک الله فیکم. پس نجات در قبول کردن وجود دارد. اما قبول کردن رو بعضی غلط میفهمن، قبول کردن رو گمان میکنن که بگیم که بله محمد رسول الله است، قرآن که نازل شده است این قرآن حق است، من قبول میکنم، به همون کافی است. عمل نمیکند و بعد از این نه امر الله رو به جا میارد و نه از حرام کرده ها، نهی کرده ها الله، نهی کرده های الله دور میشد. البته این قبول نکرده است. قبول یکی از ضروریات قبول کردن این است که انسان عمل نماید، گفته های الله را، امرهای الله را و از نهی کرده های الله و رسولش دور باشد. انا این قبول است. و هر کسی که فقط به زبان بگوید که من رسول الله را قبول کردم، لا اله الا الله بگوید، این کافی نیست. معنای قبول یعنی قبول کردن و اطاعت کردن است. قبول کردن و اطاعت کردن است. چخیلی که آیات ها را نازل کردیم. این حدیث اول و دلیل اول از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که امام احمد این حدیث را روایت میکنند و این روایت البته صحیح است. و این چین در روایت دیگر آمده است که فاخبر صلی الله علیه و سلم ان قبول او قبول لا اله الا الله و عدم ردها هو شرط النجات، یعنی قبول کردن لا اله الا الله و رد نکردن لا اله الا الله این شرط نجات است. یعنی کدام وقت ما نجات میابیم؟ کدام وقت ما نجات میابیم؟ زمانی که لا اله الا الله و محمد رسول الله را کاملا قبول بکنیم و رد ننماییم. ما به شما
در این 75 حلقه بیان نمودیم و باز بیان می نماییم که قبول کردن لا اله الا الله، معنای لا اله الا الله را، یقین کردن به همین لا اله الا الله و بعد از این صادق بودن در این کلمه لا اله الا الله، یعنی شک و شبهه نداشتن، جهل نداشتن و بعد از این دروغگو و منافق نبودن، اخلاص داشتن و شرک نداشتن، محبت داشتن و بغض و بدبینی نداشتن و قبول کردن و رد نکردن و عمل نمودن و ثابت بودن در عمل و ترک نکردن. و این چنین دو رکن لا اله الا الله که بینواد ضرور است و در اولهای این شرح لا اله الا الله کلمت التوحید بیان کردیم، نفی کفر بر طاغوت و کفر به تمام الهان معبودان باطل کردن و اثبات کردن الله سبحانه و تعالی است. قبول انمین است و انمی شرط نجات است. کسی که خواهد که نجات یابد مرحمت شرط نجات است. و دلیل دوم این حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگویند قال النبي صلی الله علیه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حدیث متفق علیه است، یعنی این حدیث رو امام بخاری و مسلم روایت میکنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای فهمانیدن دین برای من و شما یک ضرب المثل میزنند، یک مثال میارند. رسول الله میگه مثال میزنم به شما که ببینید که الله سبحانه و تعالی مرا فرستاد، مبعوث کرد به هدایت و به علم. همین آمدن من به هدایت و علم به مانند یک باران است که به یک ارض، به یک زمین باران ریخته است. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشان را به مانند یک باران میکنند، خودشان و هدایت و قرآنی که خودشان آورده اند به مانند یک باران میکنند و میگن همین من به مانند یک بارانم، هدایتی که من آوردم، قرآنی که من آوردم به مانند یک باران است، بارانی که به یک زمین ریخته است و یک طایفه از زمین پاک این باران را قبول میکند و این زمینی که این باران را قبول کرده است از خودش سبزوات ها میدهد، از خودش کبودی ها میدهد، علف های لازمی را میدهد که بسیار چیزها، حیوان ها، انسان ها از این زمین استفاده میبرند به سبب باران ریخته. و این چنین بعضی از زمین ها است که به وی باران میبارد اما این زمین باران را به خودش نمیکشد. یعنی دویم قسم زمین، یکم قسم زمین باران را به خودش میکشد، از خودش نتیجه میدهد، باران را میکشد و به عوضش علف میدهد، نتیجه میدهد، دانگی ها میدهد، میوه میدهد. اما دویم قسم زمین باران را به خودش نمیکشد بلکه باران را نگه میدارد. یعنی زمین سخت است، باران وقتی که ریست باران را به خودش نمیکشد اما باران را نگه میدارد، حوضچه ها، کلچه ها میشود و حیوان ها از این باران می نوشند و انسان ها از این آبی در زمین جمع شده استفاده میبرند. این هم یعنی فایده دارد، از این باران میگیرند به زراعت های خود میریزند. اما سیوم نمودی زمین است که میگند باران را به خودش میکشد اما هیچ علف و هیچ نتیجه نمیدهد و انسان ها را به مانند زمین تقسیم میکنند و میگند هر کسی که مرا شنید، هدایت مرا شنید، قرآن و سنت را قبول کرد به مانند زمینی که باران را قبول کرده است و هر کسی که بعد از شنیدن عمل کرد و به دیگران رساند به مانند زمینی که باران را قبول کرده است و نتیجه داد. هر کسی که سنت و قرآن و سنت را تعلیم گرفت اما تعلیم نداد به مانند زمینی که آب را قبول کرد اما تعلیم نداد. پس عموما در اینجا
انسانها را به 3 قسم تقسیم میکنند. انسانهایی که قرآن و سنت را آموخته است و می آموزد، انسانهایی که قرآن و سنت را آموخته است نمی آموزاند، و انسانهایی که اصلا از قرآن و سنت استفاده نبرده است. و این حدیث هم دلیل می شود، دلیل می شود به مانند دیگر حدیث ها برای قبول کردن توحید، قبول کردن دین. یعنی قبول کردن توحید و قبول کردن دین به مانند یک زمین پاک است و رد کردن دین و رد کردن توحید این به مانند یک ارض ناپاک و خبیث است. و این حدیث دلالت میکرد که قبول کردن توحید و دین این بینویت چیزی ضروری است. بارک الله فیکم. و دلیل سوم از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم واموالهم الا بحق وحسابهم على الله. روایت مسلم و ابن حبان. و در روایت دیگر آمده است که حتی یقولوا، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که من از جانب الله امر شدم تا که مردم را با مردم بجنگم یا مردم را بکشم تا زمانی که لا اله الا الله بگن. یعنی تا زمانی لا اله الا الله گفتن با مردم می جنگم و مردم را میکشم تا اینکه بگویند لا اله الا الله و شهادت بدهند که نیست معبود بر حق بجز الله و محمد رسول الله است و ایمان بیارند به من، یعنی به رسول الله و به آن چیزی که من آوردم، به قرآن. زمانی که لا اله الا الله گفتند، ایمان آوردند به رسول الله، قرآن را قبول کردند، بعد از همین عصموا منی دماءهم، خونهایشان امین میماند، مالهایشان امین میشود مگرم به حقش، یعنی به حق لا اله الا الله. یعنی حق لا اله الا الله رو هم باید بجا بیارن، شروط لا اله الا الله، رکنهای لا اله الا الله و حسابشون بر الله است. روایت مسلم است، حدیث است. و در جای روایت دیگر حتی یقول لا اله الا الله. این حدیث دلیل است به شرط قبول از چند جهت. از جهت اول این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند تا زمانی که بگویند که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی من مردم رو میکشم تا همون زمانی که بگویند یا شهادت بدهند که نیست معبودی بر حق بجز الله. قولها، یعنی علما میگن قولها هو قبولها. یقولو یعنی تا زمانی که بگویند لا اله الا الله، یعنی معنیش که تا زمانی که لا اله الا الله رو قبول بکنند. اما کسی که نگوید، کسی که لا اله الا الله رو نگوید، قبول نکند، پس او به مانند ابو طالب است. یعنی ابو طالب اما که رسول الله که قبول نکرد و نگفت، قبول نکرد. از جهت دیگر علما میگن یؤمنو بی و بما جئت بی، یعنی رسول الله در دوام حدیث گفتند و این چنین به من ایمان بیارد و به آن چیزی که من آوردم ایمان بیارد. در این لفظ یعنی علما میگن که صریح و آشکار آمده است شرط قبول، یعنی آن چیزی که من آوردم قبول بکند و من را قبول بکند، رسول الله صلی الله علیه و آله بودن را قبول بکند. و این سومین دلیل از سنت بود برای اینکه قبول این شرط صحت لا اله الا الله است. و چهارمین دلیل که امام مسلم رحمه الله روایت میکنند، در کتاب صحیح مسلم این روایت حدیث روایت شده است، میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و الاسلام دینا و بمحمد رسولا صلی الله علیه و سلم. چشیده از طعم ایمان را کسی که به الله راضی شود، همچون ربش الله به الله راضی شود و به اسلام همچون دینش راضی شود، به محمد صلی الله علیه و آله رسولش راضی شود. یعنی الله را رب خودش بگیرد راضی شد، اسلام دین خودش بگیرد و به همین راضی شد، و محمد صلی الله علیه و آله رسول بگیرد به همین راضی شد. یعنی قبول بکند، قبول بکند. بارک الله فیکم. یعنی این حدیث هایی که 4 تا ذکر نمودیم همه اش دلالت واضح میکند به این که قبول شرط صحت لا اله الا الله است و هر کسی که دین را قبول نکرد، لا اله الا الله را قبول نکرد و بعد از این دلالت های لا اله الا الله، طلبات های لا اله الا الله را قبول نکرد یا یک چیزی از آورده رسول الله را قبول نکرد و رد کرد، این کافر است و مرتد می شود. و به همین چیز، یعنی به این که قبول این شرط صحت لا اله الا الله است، عقل هم دلالت میکند، حس هم دلالت میکند، فطرت هم دلالت میکند. بارک الله فیکم. یعنی عقل دلالت میکند به این که قبول شرط صحت لا اله الا الله است.